برادرای بزرگوار، وقتی که این طور محبت در وجود یک امت مسلمه بیاید، یک نشه آفاقی، یک نشه قرآنی در وجود پیدا میشه. این شریعت یک نشه داره، این شریعت یک دارایی داره. این دارایی در وجودت میآید. وقتی که دارایی در وجود آمد، روحت معراج میکنه، روح معراج میکنه. این تو لذتا را میافی در عالم روحانیت و معنویت و در عالم اسرارهای باطن و اسرارهای عالم وحدانیت و قدرت هستی. در این تو دروازه های اسرار را میدادد که از تصور مردم بیرون. مگم بشر تزی که صادقانه در مسجد بری، بس صدق و معصیت پاک کنی، به صداقت امتحانی عملی را که برد رهنمایی ما میکنم، اینمی عمل 100% در فضای اخوت تیر کار بگیری. کار نمیگیری. دو تا گکخو دیدی، به دو تا خوت دستیستی، دو نفر بیادر دعوت دادی که دو تا دعوت دادگی دستیستی. اگه او دیگه که 4 تا صحبت میکنی با مردم، 4 کلام در زبانت میاره که باش که خودت اصلاح شوی، با سر و گپی که زدی با مردم سر از او هستی میکنی، تو خودی میکنی، خود پرستی میکنی، با مردم راهنمایی امر بالمعروف نهی عن المنکر میکنی، و از صداقت خود اصرار میبینه، او از صدق خودش اصرار هم روحانیت های انبیا و از عالم بالا قوای ملکوتی با او راهنمایی میکنه، هستیش تو میکنی.